لیکنی در چند افغانستان به اقتصادی مرکز تحلیل آمریکا شویده. ما در جغرافیای زندگی میکنیم منام افغانستان که از لحاظ مساحت دارای 6 کیلومتر 2225 کیلومتر است. برابر است با کشورهای مختلف فرانسه انگلیسی و همچنان 41مین کشور پهنامند جهان محسوب میشود. سرشار از منابع مختلف باشد. منابع هم شامل نفت گاز، منابع آبی، منابع دریایی، فصلهای حاصلخیز، زمینهای زراعتی، نیروی جوان و با انرژی، معادل سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و همچنان صنایع دستی، جنگلات و دهها منابع با ارزش دست نخورده دیگر را در بطن خویش کرده است. بیایید کمی دقیق‌تر شویم. در کشور عزیز ما 5 میدان گاز، در شمال 6 میدان زغالسنگ، در شمال نفت گاز در ولایت سرپل، ذخایر آهن در ولایت لوگر، المونیم در ولایت هلمند، معادن نمک در ولایت اندهای و فاریاب، معادن گوگرد و بارود در ولایت مزار شریف و دهها معادن دیگر در ولایت ها قرار دارد که ارزش مجموعی بالاتر از مبلغ 9 تریلیون دلار توسط امریکایی‌ها تخمین زده شده است. این منابع سرشار در حال در کشور ما قرار دارد که تقریبا 70% مردم ما بیکار و در مشکلات بد اقتصادی زندگی میکنند. حتی این مشکلات سبب شده است تا بخش عظیم مردم ما آواره کشورهای خارجی شوند و بالاتر از 5% نفوس جامعه ما که با مواد مخدر روی کردند آنها را ناکارا و یا فلج ساخته است و این مشکل به چالش بزرگ در جامعه ما تبدیل شده است. ناگفته نباید گذاشت که در طول چند دهه گذشته دستاوردهای در بخش‌های مختلف نیز داشته‌ایم. در بخش‌های بانکداری و خدماتی بیشتر از 2 میلیارد دلار، در بخش‌های ساختمانی و سرک‌سازی بیشتر از 3 میلیارد دلار، در بخش‌های اینترنتی و تلکام بیشتر از 1 میلیارد دلار و همچنان در بخش‌های فابریکه‌های تولیدی از قرار 42 فابریکه تولید روغن، 76 فابریکه پروسس گوشت مرغ، 11 فابریکه پروسس برنج، تولید و پروسس 6 نوع دال، 1 فابریکه پروسس حبوبات، بیشتر از 50 فابریکه PVC که مواد خام آن بدبختانه از کشورهای بیرونی وارد می‌گردد. 40 فابریکه تولید نمک که خوشبختانه مواد خام آن از منابع داخلی وطن ما تمویل می‌شود. 20 فابریکه آیسکریم با طعم‌های مختلف در سرتاسر کشور خود داریم، 13 فابریکه ماکارونی داریم، 42 فابریکه ظرف‌آهن و بندهای برق نیز شامل آن است. افغانستان امروزی ما با 61 نوع کالا و اجناس مختلف که از جمله چندین نوع میوه خشک، میوه تازه، آلیو، فلفل، صنایع دستی، کالاها و گندهای افغانی را به جهان صادر کرده و به جهان در تعامل خوب تجارتی میباشد. ولی با داشتن زمین‌های هموار و حاصلخیز، آب شیرین، آفتاب گوارا، نیروی کاری جوان همیشه در بخش‌های حبوبات و مواد اولیه خوراکی یکی از واردکنندگان بوده‌ایم و نبود برق کافی تمام صنایع تولیدی ما را فرق ساخته است و با چالش‌های گوناگون مواجه ساخته است. حتی این نوع مشکلات سبب سرمایه‌های مادی و معنوی و حتی تجاران از کشور می‌شود. ما اگر بندهای آب خود را، دریاهای خود را درست مدیریت بکنیم، نه تنها مشکلات بی‌برقی حل می‌شود، بلکه ما می‌توانیم در حدود تقریباً 2 میلیارد دلار از این بابت از همسایگان خود عاید خالص نیز داشته باشیم و به یکی از صادرکنندگان فرد بازشه مرکزی تبدیل شویم. با امیدواریم که دولت ملی کشور ما با استفاده از فرصت پیش آمده در رعایت به خرج داده مشکلات داخلی را حل کرده و روی پروژه‌های طویل‌المدت و حیاتی مثل انتقال قطاعاً، پروژه تاپی، استخراج معادن داخلی افغانستان مثل نفت گاز ولایت سرپل، مسینک ولایت لوگر، معدن طلایی کوه بابای قندهار، معدن طلایی دریای کوکچه ولایت تخار، لاجرد بلال بدخشان، سنگ پشتنگ زمرد و پنشیر و ایجاد بندهای آبی، برقی و عبودی
در ولایت‌های نورستان، جلال آباد و دریای کنار که همساله آب این دریاها با شکل رایگان نصیب همسایه‌های ما می‌شود. دقت و توجه جدی نموده و توجه سرمایه‌گذاران خارجی را نیز جلب نماید. با حل این مشکلات و چالش‌ها ما می‌توانیم که فقر، جهل و بیکاری را از کشور ریشه‌کن نموده و به یک کشور قدرتمند جهان تبدیل شویم و سرنوشت خودمان را کنیم. و امید یک افغانستان زیبا و شکوفا. در اخیر از رهبری استادان پوهنتون بایان جهت زحمت کشی‌هایشان رئیس پانزه اقتصاد تشکر و امتنان می‌نماییم و فراغت همصنفای عزیزم را برای تک تکشان مبارکباد گفته از خداوند جلشان را برایشان در تمام عرصه‌های زندگیشان خوشبختی، کامیابی و سرفرازی مسئلت دارم. به توجه در دیره